جمکرانی که اینجا هست انصافش اینه که همون شباهت به همون مسئله سهله اینجا قرار داره. لازم باید کرامت هایی که در اینجا دیده شده خدا میدونه که شجاعت وقراره، چه خواب چه بیداری. یعنی تقریبا یه هفته این قضیه واقع شده عزیزی که از کسانی که خیلی علاقه به جمکران داره و کرامت ها دیده است و فلان اینها در اونجا میگفت توی مسجد بودیم ایشون با دیدم و صحبت هایی فرمون بالاخره تا اون آخرش این کلمه بود که به دوستان ما، به دل سوختگان ما بگویید برای من دعا کنه. این کلمه بوده. همه میرن او را وسیله برای حاجت خودشون میگیرن، نمیدونن او التماس دعا از اینا دارد بیش از این که اینا التماس دعا دارن از او. پس ما غافلیم. بالاخره الا ماشاءالله کرامت های اینجا دیده شده. واقعا همین کثرت این کرامت هایی که اینجا دیده شده همین خودش قوی ترین سند است برای اینکه این مکان بالاخره مورد عنایت است.